سلام عزیزان، خوش اومدید به پارت 15 هم، یعنی پارت آخر این بخش آشنایی با ابزارهای فتوشاپ، که تو این بخش قراره دیگه تکست یا متن نویسی در فتوشاپ رو یاد بگیریم که به چه صورت هستش. که این بخش خیلی تخصص دارم و این ویدیو یکم طولانی تر میشه نسبت به بقیه، اما چیزهای خیلی مفیدی رو قراره یاد بگیریم. اول از همه میایم تو همون لایه‌ای که ما اینجا ساختیم. اینو من حتما سیوش میکنم، این فایل رو به اسم T4 اگه نداشته باشیم T4 داریم، T5 و با فرمت PSD ذخیرهش میکنم. یعنی اگه من این فایل PSD رو ببندم دوباره باز کنم، همه این تغییرات ذخیره شده، مشکلی نیست. خب برای این قسمت ها که میبینید لایه 1 2 3 4 5 اینجا داره، من میخوام این لایه ها رو هاک نکنم ولی یه جوری محوش کنم. چیکار باید بکنم؟ کافیه که این لایه رو انتخاب کنم. به چه شکل؟ اگه کنترل رو نگه دارید میتونید تک تک دونه دونه لایه های مختلفی رو انتخاب کنید، یا از سلکت برش دارید. سلکت میشه همون انتخاب کردن، یا کافیه روی لایه اول تا لایه آخری که وجود داره شیفت رو نگه دارید و create فولدر رو بزنید و به این شکل همه اون لایه هایی که خارج از گوشه بود داخل یه فولدر قرار میگیره که من میتونم این فولدر رو اسم گذاری کنم. مثلا بذارم صرف 1 به این شکل، صرف 1 من اینجا قرار بدم. یا حالا میتونیم رنگش هم بکنیم. شما میتونید هر لایه رو که خواستی، مثلا این پوشه رو رنگش رو قرمز کنم، کل اون بخش قرمز میشه، یا خود لایه هایی چند تا لایه رو انتخاب کنم رنگش رو مثلا بذارم روی یلو زرد، یا مثلا بذارمش روی حالت بلو به این شکل. من حالا میذارم روی حالت بنفش رو دوست دارم بیشتر. خب لایه پایینی یا بک‌گراندمون رو من میام اول از همه تیره میکنم. سعی کنید اگه میخواید کار طولانی انجام بدید لایه‌تون رو تیره بکنید، بعدن حالا رنگش رو عوض کنید. من حالا لایه‌مو مشکی میکنم، یه ذره مثلا مشکی روشن‌تر که چشمو نزنه. این الان بهتره، اما دقت کنین این لایه پشتی خوب دیده نمیشه. میام مشکیش میکنم که پس دیگه کامل دیگه بهتر دیده بشه. خب نیو لایه میسازم و این ابزار تکست رو انتخاب میکنم. ابزار تکست یا متن نویسی خیلی ابزار فوق العاده ایه و اکثر پوسترها، طراحیایی که میبینید، بنرایی که 99% بنرایی که تو خیابونا میبینید اکثرا با همین ابزار تکست درست شده. پس خیلی ابزار کاربردی هستش و میتونه کارایی خیلی زیادی داشته باشه. تو ویدیوهای بعدی هم بهتون میگم که چجوری کارت ویزیت درست کنید، چجوری باش پوستر و اینا طراحی کنید، ولی فعلا در حد آشنایی این ویدیو رو ببینید و تمرین کنید که قلق کار دستتون بیاد. بعدش میریم سراغ پوستر و این چیزایی. کنترل کی رو میزنید که تنظیمات فتوشاپ باز بشه و روی تایپ میزنید. حتما این تنظیماتی که اعمال کردم، مثلا نامبر آف دیسپلی فونت، این فونت های اخیری که استفاده کردید رو نشون میده بهتون که اگه خواستید پیش‌وزن روی 5 ولی حالا شما میتونید 10 بذارید، یا اصلا میخوای هیچی نشون نده 0 بذارید که من روی 0 گذاشتم. بعد روی دیگه اینجا چه ابزاری داریم؟ پلاگین داریم، تایپ داریم که تایپ همون میدررس هستش که هیچی و اوکی. حالا من توی لایه جدید رنگ اینجا یه سری قسمت های مختلف داریم که اینجا مثلا اسم فونت رو اینجا میتونید انتخاب بکنید. برای مثال من همین فونت رو انتخاب میکنم. اینجا لیست فونت هایی که رو سیستم نصب کردید رو میاره براتون. بعد اسم فونت هم اینجا میاره، حالتش هم همون معمولیه و سایزش هم که اینجا مشخص کرده. مثلا من سایزش رو میذارم 72. نوعش هم از روی شیپ میذارم، نه چیز دیگه ای که به هم نخوره. رنگش هم که میذارم سفید. حالا برای این نوشتن کافیه یه جای خالی رو کلیک چپ کنید. کلیک چپ که بکنید
این خطه رو میبینید که داره چشمک میزنه، این نشون میده که اونجا داره نوشته میشه. من ترازبندی یا رایت تو لفتش رو نگاه کنید گذاشتم توی وسط، پس وسط مینویسه. پس من مینویسم امیر، به این شکل برای من نوشت. دیدید چه قشنگ؟ حالا این امیر رو اینجا نوشته، میخوام مثلا فونتش دوباره عوض بشه، کافیه اون متن رو انتخاب کنم، دوباره میام از روی فونت ها فونت دلخواهم رو انتخاب کنم. به مثال این امیره خیلی قشنگ‌تر شده. حالا میام سایزش رو کوچیک‌تر میکنم، میذارم رو 62. اینجا ترازبندی متنه که وسط و راستچین چپچین نشه. یه گزینه دیگه هم اینجا داریم که این گزینه اگه مثلا من میام این یه تیکه رو انتخاب بکنم و این رنگش رو تغییر میدم، اون رنگ جایی اعمال میشه که من اون جایی رو که انتخاب کردم اعمال میشه. یعنی جایی که من سلکتم رو انجام دادم اون بخش فقط رنگ میشه. پس من میام کل متن رو انتخاب میکنم، اگه کنترل A رو هم بزنید روی متن نویسی، کل لایه یا کل اون متنتون انتخاب میشه. خب من میام حالا رنگش رو آبی میکنم یه ذره و بهتر شد. یه ابزار دیگه هم داریم که این گزینه خیلی به دردتون میخوره که ابزار خمیده کردن. مثلا نگاه کنید این مدلیش میکنه متنتون رو، این مدلی میکنه. خلاصه تنظیمات دیگه ای هم داره. مثلا نگاه کنید قابلیت های دیگه‌اش رو، مثلا آرچ، بیچ و پلی میشه همون حالت مواج موجدار. به این شکل هم نگاه کنید یه متن موجدار ساختیم تقریبا. این هم یه نوع موجدار دیگه است که به این شکل در میاد که توی متن کلمه‌ای خوب دیده نمیشه. اگه متن طولانی بنویسید بهتر دیده میشه. من حالا اون نو میزنم و ولش میکنم. این گزینه رو که بزنید تنظیمات بیشتر در میاد که اینجا تنظیمات فونت داریم که خیلی تنظیمات پیشرفته ایه اینجا. اگه فتوشاپتون فارسی نمی نویسه یا مثلا میخواید فارسی بنویسید کج و کله می نویسه، مثلا من اینجا امیر الان نوشتم، دقیق و درست در نمیاره. اینو من چیکار میکنم؟ مثلا من اینجا بایستید من ایران سانس رو اینجا انتخاب بکنم، خیلی خوبیه ایران سانس برای خوندن نوشتن. خب این تیک رو میزنم که ذخیره بشه و کنترل اس هم میزنم که لایم ذخیره بشه. میام روی T4 PSD نداره، در نتیجه فرق نمیکنه. خب حالا من میام روی همین ابزار پاراگراف، یه قسمت داریم پاراگراف، یه قسمت داریم کاراکتر یا همون کاراکتری که خودمون میگیم. اینجا فونت سایزش رو میزنم رو 50 که میزان بشه قشنگ. بعدش میایم رو گزینه بعدی، اینجا رو حالت اتو بذارید بمونه. اما این دقیقاً چیکار میکنه؟ میاد فاصله بین در واقع خطوط بعدی یا مثلا میگن نقطه سر خطای بعدی یا هر پاراگرافی رو جدا میکنه به این شکل که مثلا من اگه نگاه کنید بکشمش، نگاه کنید اگه سایزش کم کنم کم میشه، نگاه کنید امیره میچسبه به بالایی. اما اگه دستی بهش نزنم میتونم ببرمش پایین تر. پس این سلیقه‌ایه، ولی من حالا یه ذره میدم بالاتر که به متن بخونه. اینم میذارم 50. متریالش از نوع همون متریال بذارید، روی اپتیکال هم میتونید بذارید که جدا میکنه و یه ذره فاصله رو بهتر میکنه و همون متریال میذارم که بهتر بشه. اینجا فاصله بین کلمات رو اینجا مینویسه عزیزان. مثلا نگاه کنید اگه من بذارم رو 25 فاصله بین هر کلمه که فاصله میخوره یا مثلا فاصله هم حتی اگه نخوره دقت کنید و هر کدوم از کلمات فاصله میده که من اینو صفرش میکنم که به هم خوردگی نداشته باشه، حتی میتونم به هم بچسبونم.
یا با هم نزدیکش کنم. در کل سلیقه‌ایه، باید کار کنید بیشتر تا قلقش هم دستتون بیاد. مثلا من الان اینجا زده 20، من میزنم -5 که بهتر بشه. الان میدونم 0 هم بزنم که دقیق بیاد. خب اینجا گزینه‌های بعدی رو داریم که اینجا میگه این گزینه اول میگه تمام حروفی که نوشتید بولد بشه، یعنی توپر بشه. بولد یعنی توپر شدن، بولد شدن. ایتالیک میشه خطوط کج، ایتالیایی می نویسم، مثلا یه ذره کج، حالت کج داره، اون مدلی. این جفتی بزرگ یعنی چی؟ یعنی all caps، یعنی همه رو با حروف بزرگ بنویس. نگاه کن رو انگلیسی فقط جواب میده، رو فارسی جواب نمیده، چون فارسی حروف بزرگ کوچیک که نداره. این اولی میگه، این یکی گزینه میگه همه حروف اول رو توپر کن یا بزرگ کن، بقیه رو حالت کوچیک بذار. میبینید به این شکل، یعنی بزرگ باشه، کپس باشه، ولی فقط حروف اول بزرگتر باشه. گزینه‌های بعدی هم مثلا آندرلاین اینجا داریم، خط میندازه، این وسط متن خط میندازه. خلاصه گزینه‌های دیگه زیاده. بعد از اون اینجا تنظیمات دیگه ای داریم که اینجا مثلا میگه از نوع شیپ باشه. این تنظیمات رو به نظرم اصلا دست نزنید بهش. میریم سراغ پاراگراف. پاراگراف اینجا الاین یا ترازبندی متنمون رو اینجا بهمون میگه که وسط باشه، راست باشه، چپ باشه. تنظیمات دیگه هم داره که مثلا میگه فاصله بده از انقدر، از سمت چپ انقدر فاصله بده، از سمت راست انقدر فاصله بده. خلاصه مشخص میکنه که من همه رو اینجا الان 0 میزنم که تنظیماتش به هم نخوره. اینش هم کاری نداریم. این راستچین چپچین عزیزان، توی فارسی نوشتن حتما بر راستچینش کنید، توی انگلیسی نوشتن چپچینش کنید که به هم نخوره. میبینین تنظیماتش به هم نخوره هیچی. این از این تنظیماتی بود که برای پاراگراف ها باید یاد میگرفتید. اما حالا مثلا تصور کنید ما یه متن طولانی داریم، مثلا من اینجا اضافه کنم، یه بخش اینجا اضافه کنم، سایزش هم مثلا میارم روی 36. اینجا می نویسم که با تشکر از اینکه پکیج من را خریداری کرد. خب اینجا الان مشکله. دقت کرده باشید ما برای نوشتن دو تا حالت بیشتر نداریم. یکیش اینه که کلیک کنیم و فضا باز باشه، هر جا نوشتیم. دو، محدودیت ایجاد کنیم. یعنی مثلا من از کلیک چپ تا اینجا رو نگه می‌دارم، میگم فقط از اینجا تا اینجا رو تو حق داری بنویسی. کنترل وی رو میزنم که برگرده. خب کنترل سی کپی میکنه عزیزان، که این نکته هم بهتون بگم. وایسید من این سایزش رو بذارم رو حالت اتو که بهتر دیده بشه و الان بهتر شد. خب با تشکر که از این که پیج منو خریداری کردید، سایزش هم کوچیک‌تر میکنم که بهتر دیده بشه. خب کنترل سی کپی میکنه، یا میتونید کلیک راست کنید روی متن، کپی رو بزنید و برید یه جای خالی پیست رو بزنید که اون متن رو ازتون کپی کنه، یا کنترل وی رو بزنید، همینطوری کنترل وی بزنید که پشت سرم کپی بشه. کنترل ایکس یا اگه کلیک راست کنید یا این گزینه کات رو بزنید، کات میکنه، یعنی اون متن رو برش میزنه. مثلا من اینجا میزنم این بالا باشه. آریستنسه با تشکر از اینکه پکیج من رو خریداری کردید. من اینجا میام این قسمت آریستنسه. خب دکمه هوم کیورد میره اول کار، اول اون پاراگراف، اند میره تهش و به این صورت من این شکلی می نویسم. حالا فونتش رو میخوام یه فونت خیلی خوب بذارم، مثلا همون ایران سانت رو استفاده میکنم. ایران سانت رو استفاده کردیم و به این شکل در اومد، خوب شد. حالا من اینو میدم بالا.
حالا کل این متن که انتخاب کردم و میزنم ترازبندیش وسط. بعد دوباره روی گزینه تکست میزنم که تنظیمات تکست باز بشه، تنظیمات مربوط به متن نوشتن، تنظیمات متن. کل متن رو انتخاب میکنم با کنترل A. بعد از اون اینجا میتونم ترازبندیش رو دقیق تر بهتون آموزش بدم که راست چین دقیقا این شکلی در میاد، نگاه کنید، وسط چین به این شکل در میاد، حالا چپ چین راست چینش به این شکل. خلاصه این از تنظیماتی بود که اینجا بهتون قرار بود بگم، تنظیمات مربوط به این. دوباره میام رو تکست، اگه تی رو بزنید یا تکست رو به این شکل اینجا باز میشه. حالا من میتونم اینجا تغییرات رنگ دیگه ای رو اعمال بکنم. خب عزیزان این تا اینجای ویدیو که بک‌گراند کارم که کافیه، فقط مثلا میخوای عوض کنید اینجا رو انتخاب کنید و یه رنگ دیگه ای بهش اضافه کنید. مثلا من همین بنفش خاص رو میزنم و به این شکل. مرسی که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردید. حتما متن از اینترنت کپی پیست کنید، مثلا یه متن طولانی رو کپی پیست کنید بذارید کنارش، یا مثلا عکسی که گذاشتید رو میتونید این اتفاقات رو اعمال کنید. خلاصه میخواستم این ویدیو پارت آخر این بخش باشه، اما پارت بعدی، پارت 16، پارت آخر خواهد بود. از اینکه تا اینجا ویدیو همراه من بودید متشکرم. امیدوارم موفق باشید. فعلا روز خوش.